بینندگان عزیز، سلام مجدد. ساعت 3 و 4 دقیقه بعد از ظهر به وقت واشنگتن شرق آمریکا، نیویورک و 12 و 4 دقیقه به وقت غرب آمریکا است. امروز جمعه 19 ماه ژولای سال 2013 و برابر است با 28 تیر ماه 1392. اجازه بدید که سلام کنم و خوش آمد بگم به آقای منصور عزیزی، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان و مسئول تشکیلات خارج از کشور. آقای عزیزی، خیلی خوش آمدید به این منطقه. امیدوارم تا وقتی که اینجا هستید فرصتی پیش بیاد که بتونیم در استودیو شما رو داشته باشیم تا دوستان بیننده و شنونده هم بتونن از طریق تلفن با شما در تماس باشن. بگید ببینیم که حزب کردستان اوضاع و احوالش، حزب دموکرات کردستان اوضاع و احوالش به چه صورت هست و شما که مسئول تشکیلات خارج از کشور هستید، آیا آمدید اینجا که جدا سازی کنید یا چه لبخندی زدید شما؟ جوابم گرفتم. ممنونم. ممنونم. خودتون بگید که شما کی هستید، چگونه به این سمت رسیدید و هدفهاتون چی هست؟ مقدمتاً به شما و بینندگان عزیز سلام میرسونم. درود بر شما، زحمت کشیدین. راجع به سوالتونم، حزب دموکرات، حزب دموکرات کردستان ایران حزبیه که 68 سال از تأسیسش میگذره و تو این مدتی که عرض کردم در راه دموکراسی در ایران و رسیدن کردها به حقوق ملی خودشون در چارچوب ایرانی دموکراتی فعالیت داشته. امیدوارم که این بخش جواب داده باشه. منم یکی از اعضای حزب دموکراتم و الانم این صلاحیت رو دارم و تو کنگره‌ای که داشتیم، آخرین کنگره حزب دموکرات، کنگره 15ام، به عنوان عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات انتخاب شدم. من ممنونم از شما. در آمریکا رسم هست وقتی که احزاب وجود دارن و فعالیت میکنن، هدفشون اینه که به قدرت برسن تا اون اهدافی رو که دارن به اصطلاح به ثمر برسونن و مردم ازش استفاده کنن. اهداف شما در حزب دموکرات کردستان چی هست و آیا شما دنبال این هستید که به قدرت برسید و حکومت رو در دست بگیرید مثل تمام کشورهای دیگه از طریق تبلیغات سالم و آزاد و داشتن نماینده، یا به اصطلاح هدف دیگه‌ای و راه حل دیگه‌ای رو دارید؟ همانطور که بهش اشاره فرمودین، احزاب برای رسیدن به قدرت فعالیت میکنن که بتونن جامعه را اداره کنن، با سبک فکری، با طرز فکری که دارن، اعتقاداتی که دارن، بتونن اینو در درون جامعه رایج بدن و به قدرت برسن از راه دموکراتیک، از راه انتخابات. حزب دموکرات کردستان ایران اصولاً به اون نکاتی که عرض کردم، دموکراسی، آرای مردم، انتخابات، عقیده داشته و بر این مبنا درست شده. هدف ما اینه که با هم تمام ملیت ها، مردم ایران، بتونیم در راه ایجاد ایرانی دموکراتیک که در آن مردم نمایندگان خودشونو آزادانه انتخاب کنن، آزادی بیان، حقوق شهروندی، حقوق ملیت ها و آن چیزی که لازمه برای ایجاد یک مردم سالاری کامل در جامعه ما ایران، در کشورمون ایجاد. و در این مسئله کردها هم نقش خودشون رو ایفا کنن، سهیم باشن که به حقوق ملی خودشون که همان حقوق انسانی هستش برسن و در کنار بقیه هموطنان عزیزمون در ایرانی آزاد و دموکراتیک زندگی کنن. من ممنونم از شما. وقتی که ما میشنویم دوستان مخصوصا از احزاب مختلف میان اینجا، مخصوصا توی واشنگتن، همه میگن آه این هم اومده که بشه چلبی دیگه، این هم اومده که حکومت رو چیز کنه. شما که مسئول تشکیلات خارج از کشور هستید، فعالیت های شما در خارج کشور معمولاً بر چه اساس و پایه‌ای هست و به قول معروف اون مرامنامه روابط خارجیتون چی هست؟ حزب دموکرات کردستان ایران یک برنامه و اساسنامه داره که در تمام دنیا، از جمله در
داخل کشور، در جایی که رهبر ما قرار داره و در خارج از کشور همون برنامه پیاده میشه و ما به اصل ارگانیزه و فعالیت ارگانی و دموکرات خودمون واقفیم و بر این مبنا کار میکنیم. فعالیت ما، شناخت درباره ما به عنوان یه حزب دموکرات در کردستان ایران اینه که بتونیم تمام تشکیلاتمون رو هم در خارج هم در داخل تو این مسائل سهیم کنیم در راستای ایجاد یا رسیدن به آن نکاتی، آن اهدافی که حزب در کل دارند. ممنونم. پس این مسئله احمد چلبی و اینها در کار نیست و شما به اصطلاح میخوان روابط دوستانه داشته باشید با همه، درست میگم؟ بالاخره تو دنیای سیاست شایعات هست، مردم نظر میدن، با اینکه شاید نظر درستی هم نباشه ولی ما احترام قائلیم. اما سیاست بده و بستانه و هر حزبی رو میتونی از طریق برنامه‌شو بشناسی. ما به این اصول پایبندیم و واقفیم بر این اصلا که باید ایرانی آزاد، دموکراتیک و فدرال برای تمام ایرانیان از جمله کردها در کردستان ایران داشته باشیم. ممنونم. من سوالی از شما ندارم. اگه شما صحبتی دارید و مایل هستید که به دوستان بیننده و شنونده بگید که چگونه با شما در تماس باشند، وبسایت، فیسبوک، اینها لطف کنید اونها رو اعلام کنید و من باز هم از شما ممنونم که دعوت من رو به این سرعت قبول کردید. امیدوارم در برنامه‌های آینده بتونیم باز هم شما رو به عنوان مهمان برنامه داشته باشیم، شاید هم به عنوان میزبان. خواهش میکنم. سایت رسمی ما، سایت حزب دموکرات کردستان ایران www.kurdistanmedia.com هستش. این سایت رسمی حزب دموکراته و ما در فیسبوک هم پیج های مختلفی داریم و میتونین از طریق ایمیل pdki.darawa@alphacrawl.gmail.com هم تماس بگیریم. ممنونم. آقای عزیزی، صحبت دیگه ای دارید که بخواین امروز با دوستان بیننده و شنونده داشته باشید؟ فقط آرزوم اینه که ما به عنوان ایرانی های خارج از کشور و داخل از کشور بتونیم یک گفتمانی شروع کنیم. این گفتمان بر اساس مسائل راشونلی، عقلانی و دیالوگی بر مبنای همدیگر قبول کردن داشته باشیم که بتونیم پایه‌ای درست کنیم که در آینده در چارچوب یک سری دیالوگ روشنفکرانه و تجزیه تحلیل مسائل به طرز درستی کشوری را آباد کنیم که از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیشرفت کنه و منزوی نمونه. من ممنونم از شما. میخواستم بپرسم که وقتی که حزبی 68 سال سابقه داره چگونه سخنگو و عضو کمیته مرکزیش و مسئول تشکیلات خارج شخص جوانی مثل شماست. بعد از مصاحبه با شما سوالم رو پس میگیرم و فهمیدم که با این طرز فکر روشن، با این سخنوری که شما دارید، فقط باید آرزو کنم که موفق باشید و در کارهاتون بتونید به نتیجه‌ای که دنبالش هستید برسید. به امید دیدار شما در برنامه‌های آینده. خیلی ممنونم. امیدوارم که موفق باشید. خیلی ممنون. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و اقامت خوشی رو در واشنگتن. همچنین برای شما. مرسی. خدا نگهدار.